سال که نیکوست از بهارش پیداست. چی بهار زیباتر از بهار رمضان. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم جور و صحت و سلامت باشین، لباس عافیت به تن داشته و روزا را به خوبی و خوشی سپری کنین و در هر کجای افغانستان و جهان که هستید شاد و خرم باشید. من امان الدین نجم هستم. امروز اولین روز سال 1403 هجری خورشیدی است. در پهنتون بلخ قرار داریم و امروز بسیار یک روز خاص است در پهنتون. بر محصلین چگونه روز خواهد بود و چگونه سال خواهد بود که سال خود را با امتحان آغاز کرده و چه اهداف برای سال 1403 خود خواهند داشت. بیشتر در ادامه ویدیو با ما همراه باشید. در کنار یک از محصلین پهنتون قرار داریم و معرفی ایشان از زبان خودشان میشنویم. سلام به شما، فواد رحیمی هستم، یک تن از محصلین دانشکده ژورنالیسم دانشگاه بلخ. تشکر فواد جان. از اینکه امروز سال نو است و اولین روز سال 1403 است. سال نو شما چگونه آغاز کردین؟ سال نو ما با یک امتحان سپری کردیم دیگه، چون هر سال رخصت بودم و این سال رخصت نبوده، ما امتحان داشتیم، امتحانات فاینال ما بود از سمستر هفتم. تشکر فواد جان عزیز. امتحانتان چگونه سپری شد؟ ما امروز مضمون ثقافت اسلامی را داشتیم و نسبتا خوب سپری شد امتحان ما. بسیار خوب فواد جان. به خاطر که امروز اولین روز سال نو است و در اولین روز سال نو شما امتحان داشتین، انشالله که شما حتما اهداف بهتر و اهداف والاتر در این سال دارین. و شما چگونه میبینین که آیا به اهدافتان خواهد رسیدین در جریان سال؟ تشکر. انشالله کوشش خود خود میکنیم و انشالله امید دارم که به اهداف خود میرسم. انشالله ما هم دعا میکنیم که همه جوانا به اهداف والای خود برسند. تشکر از شما.